یک جمله معروف است که میگوید همین که انسان روی زمین راه میگردد و نفس میکشد او پیروز است. اما بسیاری ها از روی ناتوان بینی و اندیشه مثبت نداشتن خودشان را ناتوان و مغلوب شده می‌حسابند. به خاطر آنکه از این اندیشه ها و از این گونه افکار رهایی یابید و به یک انسانی مثبت اندیش و مثبت نگر تبدیل شوید یا تبدیل یابید، ما کتابی وینستن پیل، کتاب قدرت مثبت اندیشی را توصیه می دهیم. باور کنید این کتاب یک کتابی بسیار فوق‌العاده و بسیار نکات زیبا در خود دارد که می تواند به انسان یک روحی زیبا بخشد، به باوری شما یک قوت دهد تا اینکه به خودتان اطمینان داشته باشید، تا اینکه پیروزی را بچشید. واقعا شما بیننده عزیز که خودی حالا ما را میبینید، من باور دارم که شما پیروز هستید. تنها به خاطر اینکه به خود باور داشته باشید، اندیشه های مؤلف میتوانند به شما کمک رسانند. ما بسیار شنیدیم که میگویند هر کتاب ارزش یک بار خواندن را دارد، اما در زمان حال در جامعه امروزه کتاب ها آنگونه زیادند که وقتی ما کمی میکند برای مطالعه همین آنها. به این خاطر ما توصیه میدیم تا بهترین ها را بخوانید. من باور دارم که از خواندن این کتاب پشیمان نخواهید شد و حتما برای خود چیزهای زیبا و تازه را کشف خواهید کرد. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بخوانید. با ما بمانید تا بدرخشید.